چطوری دنبالم که حالتون خوب باشه؟ همه هستم و خیلی خوش اومدید به پارت بعدی دونیت کردن استریمرها. داخل این ویدیو و داخل این پارت قرار بریم با هم سراغ تندر و براش چالش خیلی باحال بزنیم، فقط با این اختلاف که از اونجایی که تندر الان داره در حال حاضر سی اس پلی میده، قرار ببریمش با هم یه دونه کاستوم تک به تک و ببینیم که نتیجه به چه شکل میشه. قرار نیست با اکانت فیک برم بچه‌ها، چون با اکانت فیک میرفتم مثلا اسکین نشم، بعد پاور کاراکتر نشم، زیاد قشنگ نمیشد. بعد اول تصمیم گرفتم با اکانت فیک برم، گفتم الان چه بهتر که با اکانت مستر وانشاتم با ساکورا داره بریم که دونیتش کنیم، چالش رو براش بزنیم ببینیم که قبول میکنه یا نه. قرار بریم کاستوم تک به تک و بذار هر راندی که بگیره 500,000 تومان دونیتش کنم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و زودتون سری بزنید بریم ویدیو رو. اوکی بچه‌ها، من تندر دونیت کردم، گفتم بریم یه دونه تک به تک و بذار هر راندی که بگیری 500,000 تومان دونیت میکنم. رمزایی هم بهشون دادم، بریم که تو استریمش ببینیم چه جوری قبول میکنه یا بذارید برام به حالت زنده بذارید. او لحظه که دونیت کردن نخون جلیل مارکی بریم تک هر راندی که بگیریم، بریم تک هر راندی که بگیریم 500,000 تومان دونیت بریم تک هر راندی که بگیریم. با کی قرار برام تک بزنیم؟ با من. حالا اگه اوکی جلیل جان وسط استریم کم نامردیه. من پینگشو بچه من همین الان دیدم 19 واقعا نامردی نیست. بچه‌ها واسه من کاستوم برم، این کاستوم چیز جالب. اوکی بچه‌ها فکر کنم آمد، من برم توی گیم. فقط یه نکته که هسته بذارید ببینم گیممو باز کنم و بله آمد. فقط یه نکته که هسته بچه‌ها، من الان وی پی ان زدم، یه مقدار پینگم بالاست، فکر می‌کنم کاراکتراش اوکی باشه. زودتون سری بریم با هم. از اینجا بعد من لایو تندر رو ندارم، ولی ابوالفضل داره برام رکورد میکنه. صحنه‌ها رو شما میتونید ببینید دیگه. حالا هر راندی که من بزنم، چه من بزنم چه تندر، کل بازی هم احتمالاً بخوام اسنایپ پلی بدم. نتیجه رو همین الان داخل کامنت پیش بینی کنین که به نظرتون چند میشه. بریم که ببینیم سیستم چه جوریه. اوکی بچا گانم کاستوم کردم دیگه، حقیقتش دیگه همه چیز توش گذاشتم اس ام جی. اوکی بچا اوریون آورده و از این بیلاخیا من از اکتیوی ندارم. اوکی اوریون یکم نامردیه ولی اوکی. بریم ببینیم چه جوریه بچا. سعی می‌کنم زیاد صحبت نکنم، بیشتر رو گیم تمرکز کنم، ببینم حاجی سیستم چه جوریه. چقدر ویو داریم پسر؟ 3 تا ویو داریم ولی چرا نمیتونم اسمشون رو بخونم؟ چرا یخم جلیلیه؟ اوکی ببینیم چه جوریه. نمیبینمش بچه همین الان نتیجه داخل کامنت ها پیش میکنید. بچه من وی پی ان زدم، باید قطعش کنم ولی باید بازی رو باز و بس کنم. حالا این مقداری پینگم بالاست، ببینم چه جوری دیگه. دنسری زاریش میگم پینگم بالا، پینگش 19 بود. اگه پینگ 19 بالاست پینگ 130 من چیه؟ چند برابر میشه؟ اوکی بچه میخوام راند اول با از اینا بزنم. وایسا. اوه ام پی دو ریت رو خالی شد. داشتم با داس، اشتباه خودم بود، داشتم با داس میزنم. فعلا یه راند گرفت، راند بعدی بریم جدی مثل آدم با گام بزنیم. حالا فعلا اساید نمیگم بچه چون حقیقتش اوریون داره و اوریون هم یه مقداری اذیت میکنه ولی اوکی. 20 سال اگه مثلا 8 بس بگیرم 8 5 تا 4 میلیون 500 من نمیدونم تو نداره چیا رو لایوش که هنوز من رو لایوش نیستم. بذارید بچه من چرا دبل اسنایپ کردم ایران این پیچر بگم حاجی کاش با اکانت مستر وانشات هم میامدم. حیف همزمان با تندر گیش کنم. الان حامدم لایو سر همین قضیه رو اکانت مستر هم داره رنک اپ میکنه، نمیتونستم با اون بیام. اون ام پی دو ریت داره خیلی خوبه حاجی. اشتباه خودم بود، اصلا رفتم با داس بزنم. خب بابا دبل اسنایپ چه دبل اسنایپ نمیزنی بچه. یخم یه مقدار جلیلی حقیقتش، من اشتباه خودم بود حاجی. من گان دست میکردم. نگاه اوریون دیگه واقعا نامردی پسر. با داس خودم نه منو بزنی. کی اومد میخواد داس بزنه؟ او من یه شوخی کردم، البته کاملا جدی بودم. اوکی سرعت بازی که داشت حاجی. داسه داس همه بده، داس همه برداشتم. بود پاکت هم دیزرت هم برداشتم. اسنایپ هم اوکیه، حل. خب اسنایپ هم بگیریم دیگه، واسه باحالی میشه. اوکی گفتم بچه من کلا میخوام دبل بزنم، خیلی بازی سریع تموم میشه. سر همین قضیه یه مقدار گام بزنیم، یه مقدار دبل بزنیم. ایران هم میخوایم بریم اگه شد با داس ببینیم میشه زد یا نه. و بچه بازم میگم برای بار چندم نتیجه داخل کامنت ها پیش بینی کنید و این یه کاستوم کاملا دوستانه است، چه بزنم چه بخورم. به هر حال راستش برام اونقدر فرقی نداره چون اصلا میبینیم کاراکتر اکتیوی هم کاراکتر جلی، البته جلیلی نیست بچه ولی کاراکترام حاجی اسنایپ نیست. یعنی اسنایپ مثلا موکو بعد میآوردم که میدیدم کجاست. بچه مثلا اگه می‌خواستم لاشی بازی در بیام مثلا شخصا میآوردم کاراکتر جلیلی برداشتن دیگه. یخم حاجی، یخم چرا یخ بویاپسه. اوکی بریم جلو ببینیم سیستم چه جوریه. راستش بچه من می‌خواستم دبل اسنایپ کنم چون فکر می‌کردم تندرم قراره دبل اسنایپ کنه، اما راند اول اسم گرفت. اوه یه سر خورده‌ای خورد. یه سر خورده‌ای فکر می‌کنم حساب بچه نمی‌دونم اینجوری که دور یخ داره می‌کنه فکر می‌کنم باید حساب باشه. مصب دک منم برداشت کامل.
اوریون نه دبل من خیلی خوشونت آمیزه بچه. یه مقدار استرس هم دارم چون راستش خیلی وقته بچه کاسون نرفتیم با هم. سلام قضیه میگم فقط بچه میبینی لامصب پینگ پایینش قشنگ معلومه، قشنگ مشخصه پینگش پایین، پینگ 200 منو نگاه کن حاجی. پینگم بچه پینگم به خدا خیلی بالاست میبینی اصلا وستم رفت لامصب. پینگم بچه خیلی به خدا بالاست، نمیخوام بهونه بیارم ولی واقعا بالاست. یعنی در مقابل پینگ 20 من با هر کدوم از بچه‌ها مثلا بازی میکنم. ما دوری اختم کرد. اوف بابا اوریون به حضرت عباس ندیگه. این چی انمی نیو دیر چیه؟ با من وستمو میخوام، من وست قبلیمو میخوام حاجی. نگاه اوریون شنیدی نامردیه؟ من دارم به چشم میبینم اوریون نامردی حاجی. البته کاراکتری که تعیین نکرده وسط زون. نه بچه من زونگیری اصلا نمیکنم، عدالت مثل باشده. وای بچه ببین الان مرده بود. یک به خاطر اون اوریون آشغال، دو هم به خاطر پینگ آلمان. خیلی خوب داره بازی میکنه ماشاءالله. فعلا 2-1. خب بچه من یکم جدی بازی کنم دیگه، نباید شاگرد استاد رو ببرید دیگه. زشته. دقیقاً همونجوری که میبینید 2-1 استاد از شاگرد جلو. تا الان یه دونه راند گرفته. دوست دارم بچه دبل اسنایپ کنم، نمیدونم حالا توندم دبل اسنایپ بکنه یا نه، ولی حاجی دبل اسنایپ با اوریون یک مقداری خشونت آمیز. سر همین قضیه ترجیح میدم یه دونه گان داشته باشم. حالا میخوام این امپیچل آشغال بندازم و یو ام پی بزنم. کاش مکتنم میذاشم، چون مکتن دوره جدیدن گرفتم و فکر میکنم خوب باشه برای این کاسومه. او بچه راستی نکته هم بگم، من واقعا نمیدونم چرا همچین کار گانی گذاشتم، ولی یه دونه اینجا پشت یخزن بیلاخی هم گذاشتم که میتونیم پشت یخزن هم بگیریم. ولی از اونجا که پینگ 150 دارم بنده 96 چه دو رقمی شد. چه جالب با وی پی ان. حالا من دو رقمی ندیده بودم. قضیه یه مقدار نامردی. بابا داداش اوریون تایز نامردیه. البته اشکال نداره ولی خب من میخوام قور بزنم، مثلا دوست دارم قور بزنم. کی به کی حاجی؟ داداش حالم از اوریون به هم میخوره. بچه متوجهین حالم از اوریون به هم میخوره یا نه؟ حاجی اینجا باز من رفتم با داس بزنم، این گرفت منو زد. مثل وقت داس نیازش داشتم واقعا. بالاخره برای نیازهای شخصی نیاز میشید داس. بله بچه این راند من دیدم من با اوریون دارم میخوام از داداش دبل استایل میکنم، کاری به مردی و نامردی ندارم. گارم دوست دارم فعلا نمیشه تو اوریون اوریون کاراکتر دوزی. بزن من به تو حاجی نگاه. اوف هیچ نامردی بود. هیچ خوبی در که جلیلی چی بود؟ از کجا در اومد؟ از کجا؟ سوید این هرکی دمیج سیاه. سلام وقتت بخیر، خسته نباشی برادر جان، وقتت بخیر. ای در اومد باز اوریون. بابا تو رو قرآن اوریون ول کن دیگه. اوریون ببین بچه این به خاطر پینگ آلمانه. این نمرد، این باید میمرد. کیومرسو مرده بودی که بچه من یک راندی داداش به حضرت عباسی باید 200 بار میبرد تا حالا. یعنی اگه بازم نمیمرد به پینگ ایران شک میکردم. حالا که مردم ولی همچنان هنوزم شک میکنم. چرا حساب نشد واقعا مال من؟ واقعا چرا مال من حساب نشد؟ والا تندر جان عزیزم شما تو آلمان زندگی میکنید تا اونجا که من اطلاع دارم و پینگتون هم تا اونجا که دیدم بالا 20 نیومدین. الان نمیدونم درباره چی صحبت میکنین و بهتون بگم که واقعا حسابم شد. بچه‌ها دارن تو ویدیو میبینن دیگه حساب شد. حالا شما یه ذره توهم گفتم از اول ویدیوام تا آخر ویدیوام خواهم گفت که این دوستمون یه ذره توهم گرفتش، ولی خب اشکال نداره بالاخره دکترای زیادی تو آلمان هست فکر کنم برای مشکل رفع توهم. چون واقعا به خدا پینگمون برابر نیست دیگه. ارزم بوزود کاراکترم ریده قور نمیزنم. چرا دارم میزنم بچه 4 تا ویو هم بعد داریم اینجا فقط اوندن من دارم. بقیه بچه نمیدونن اسمشون رو نزدید به خاطر این ولفرای آشغاله، به خاطر این ولفرای حماله. خدا وکیلی بیا مرد باش اوریون نزن. اوریون زندگی من تمام.
داداش ای الان اوریونش بذار اوریون رونالدو اوریون چیه مگه میشه از کجا اصلا رونالدو بود اصلا من راند اولم یه اسکنر ازش برداشتم بچه نمیدونم باز اوریونش پر شد شروع کرد به اوریون زدن داداش یه چیزی رو شکست و من یه چیزی از دست دادم آجی یه چیزی زد اصلا را آفم کرد پلاس دوخته آف دیگه چیه آف بچه این رو از کجا داری میاره باز اوریون داداش این اوریون بذار برای توضیح بدم خب این اوریون زندگی منو تباه کرد اوریون حالمو داره به هم میزنه اوریون و امپیدوریت این راندم میخوام برم گام بزنم بچه حسابم خوبه به خدا بچه اوریون خیلی نامردیه اوریون خوبه که پینگ 19 اونی چرا اینقدر وست میزنی بچه ها کاستوم تک به تکه خب کاستوم های تک به تک یکم چیزنم وان شات پلیری نیستیم الان سال 2024 بچا نمیدونم فهمیدید یا نه ولی از اونجا که دیگه هر چی سالا بره جلوتر انگار که وست زدن مود میشه و پلیر رو افت میکنه به جای پیشرفت که همه هد بزنن همه باید وست بزنن و تو کاستوم تک به تک چون که بالاخره استیل خیلی موج میزنه حتما باید وست بزنید و نیازی به هدشات و این چیزا نیست. اوکی فعلا بچا کاستوم 3700 تا من دمیج زدم و 2000 تا هم تندر زده. سیبس با من واقعا الان من هنوز بازی برنگشت ولی به هر حال سیبس با من بالاخره اونجا هم اعتماد به نفس شما رو داشت سالی دوبار زعفرون میداد با پینگ 9 دارید بازی میکنید و همچنین اعتماد به نفسی بالاخره بماند. حالا اول ویدیوم گفتم ایشون یه ذره توان ورشه بنده متاسفانه کاراکتر اکتیوی ندارم به دلیل نمیدونم به چه دلیلی ولی من دیگه از جلو در نمیام بچا داداش من میگم در نمیام بگو چرا بگو مثل ماشا چرا در داداش به من بگو چرا در نمیام نگاه حاجی گیر کردم واچم زده بود بیرون به من الان بگید بچا الان تو رو خدا یکی میخوام بگم مثل باشه چرا در نمیاد یخت داداش خب الان اورینش باز پر شد حاجی من تا زون آخر دیگه در نمیام نه من دیگه در نمیام گفت اورین نگاه داداش گل من این میره تو این گوی قرمز بچا دیگه بس میخوام دبل اسنایپ کنم حالا بذار ببینم میتونم بزنم یا نه چی اوریون یه مقداری پسر حس میکنم جوانمردی نیست سر همین قضیه منم کاملا ناجوانمرد پشت شخصم بردم بذار ببینم میشه یا نمیشه چون بچا به خدا نمیدونم چقدر اوریون نامردی جدی اگه میدونستید بهم حق میدادین بریم بچا ببینیم ایران چه جوری بذار ببینم متوجه چه جوری بهش بگم اوریون نزن بگم اوریون نزن برادر من او اورینت نزن اوی بچا چی نو گوی از اینا جاست از اینا نه از اینا آها نه دبل چی سمیه بناس یه دونه اوکی من با یه دونه این دست بزنم اوکی آها آفرین مرسی تو رو قرآن فقط اوریونت بنداز اونورا تو چرا دوتا شد اوکی من با یکی هم میزنم اگه منم اگه این اوریونه که این صد میزنه من نمیتونم باشه برم نزدیک چون برم نزدیک اوریون بزنم نگاه داداش من هنوز اون برشم حسابه نمیدونم حسابه یا نه بچه ها والا نمیدونم حسابه فکر کنم حسابه عجیبه با پینگ ایران حساب کرد با حضرت عباس میشناسم دو با من به یاد دادم اینا رو بچه من میگم این توهم داره شما میگید نه آقا تون در توهم تو کامنت ها واقعا چی رو یاد دادی داداش گل من قدرتی بود چرا من بابا میبینی آجی من هیچی نمیگم میخوام بازی کنم داداش این بار 20 بود فکر کنم مرده بود ولی اون اوریون سک پدر اون اوریون به درد نخور زندگی منو به شخصه تباه کرده دوستان این زونه میبینی بازدارم حاجی برای من حساب نکرد چون تو اوریون بود مطمئنم برای من حساب نکرد داداش
بچا به حضرت عباس این اوریون. بچا از اینجا بعد ویدیو نمیخوام صحبت کنم، میخوام مثل آدم برم دبلمو بزنم. من نامردی نشونت ندادم. نامردی نشون ندادی اینه؟ پس نامرد چیه؟ مرد مومن. خدا قسم میخوام برم دبلمو بزنم. یه دونه پشت شخصا چی سم او میدونستم اوریون داره کاراکترها آف میکنم. من چی میدونستم تو در اوریون پلی میده. اون زمان با ما بازی میکرد آلوک میزد. اوریون برای جلیلاست. تو فایت دادن قشنگ نیست، بیرون زیباتره. نگاه دوباره سلام دوباره اوریون. آجی الان پرش تا پرش کرده من میرم. داداش من دیگه میرم تو یخ. این یخ نشکنه. اوریون این چیه؟ این که ای دبل نیست. این ای دبل بود؟ چقدر تیر داشت؟ داداش به حضرت عباس این ای دبل نیست. به سوزد زندان که سوزان جگرم بابا به تعمیر کن چرا ندارم. نمیخوره آخه من. بله مسیجون هیچ جوره به شما نمیخوره چون ایشون در ریجن هستن و شما اصلا تا 100 ریجن هم ندید. به نظر من هیچ جوره به شما نمیخوره. به تعمیر کن دو. باز این اشغال زد. حالا به هم زدی کارکتر. باز زد. بابا مگه این چند تا داری ازش؟ بچه بازا این میگم برادر من عزیز من اوریون نزن. چرا زون اونوره؟ داداش اینجا رو نگاه آفم کرد. اوریون زد دوباره الان آشغال پر میکنه. فقط این حاجی داره بهم فشار میاد تو این کاستوم. المنت شدم برادر داداش، المنت شدم. این دیگه تقصیر هیچکی نیست، تقصیر اوریون. بر اوریون لعنت. حاجی من که الان اینو میزنمش ولی باز شد. بابا 300 بچه‌ها به حضرت محمد نگاه کنید. 319 تا من الان زدمش. بعد دمیجش 158. اوریون هم داشت. حالم بده. با من پیش بینی کرده بودم بچه حد اکثر دیگه 8 میشه. برعکس الان 8 به نفع اون شد. با من گفت الان به قدرتی سرعتی دبل میکنه. با به حضرت عباس من نمیدونستم من چی میدونستم تو در اوریون پلی میده. میدونستم اوریون پلی میده کاراکترها رو آف میکردم. یا نه من اوریون بعد میشه میدونیم بازی چنده. دهنمون سرویس شد با این گانه مثل جلیلا 2 تا SMG گرفتم. من دبل پلیرم مرد. خدا بچا نمیدونی چقدر فشار رومه. حالا اگه واقعا پلیر باشی درکم میکنی بچه دارم چی میگم. من گفتم فقط 2 نفرم میتونم مثل من اینجوری بازی کنن. یکیش مستره. اصلا سبک پلی برابر داره موج میزنه توی گیم. شما اوریون میزنی، کارت پرو میزنی، رونالدو میزنی و مسیجن هیچ کارت اکتیوی نداره. اصلا سبک پلی رو کاملا شبیه همه. شما دور یخ میکنی اورینت پرشه و تشابه بازی اصلا خیلی به نظرم 10 از 10. نگاه کن داداش تو رو حضرت عباس الان دبل استاپ گرفت. الان دبل استاپ میدونی چرا دور یخ میکنه؟ من الان فهمیدم. بچا دور یخ میکنه که اون کاراکتر کوفتیش پر بشه. بچا این دور یخه رو که میکنه من میگم خدایا این که دمیجش پره چرا اوریو میزنه دور یخ میکنه. یخ بهش ایپی میده. میبینم نه دور یخ میکنه مثل جلیلا بونفایر میکنه پس آب میخوره. من الان نمیدونم بچا داشت دبل میزد. دبل با اوریون اصلا انگار دبل با پنله. من F2 بزنم میگم که حالا من دبل بگیرم من دبل نگیرم. یه پلیر با همین گانا رو بلد بشه. مخصوصا دیگه نسل یک هم باشه دیگه. بله دوستان ایشون نسل یک فری فایر هستن چون میدونید که فری فایر مثل رپ فارسی نسل بندی داره. بنده هم تازه ما فری فایر رو شروع کنم نسل 5 هستم و هیچ گانی هم بلد نیستم چون که نسل 5 هست. مثلا الان من دبل بگیرم گام بگیرم ولش بذار با گام برم دیگه. اوکی اوریون داره بعدا براش هیچ فرقی نه. من دست میخوام بزنم رو تیر اصلا میخوام وست بزنم دست پیش دستم خودت زدم. بابا مگه جلیلم زرت اوریون به خدا بچا من میدونم اینجوریه. منم کاراکترام لاشیگرانه چیز می‌کردم نه اصلا کاراکتر آف می‌کردم داداش. این الان بازی پلیرها به نظر من نیست داداش.
تو رو حضرت عباس نگاه کن اینو. خب من که بچه مشکل به خدا باید نید بندازم، اینجوری نمیشه حاجی. نگاه بعد به خدا بچه این بازی چیز نیست، بازی پلیر نیست، این بازی کاراکتره. به حضرت عباس فشار دارم میخوام برم کنیم. الان به حضرت عباس قسم میکنم مردنش بره. نگاه کن دیدید الان دوریخ میگه. نگاه نکرد دوریخ نکرد. من آماده دوریخ بودم، من آماده بودم که دوباره یه گوی قرمز از اون داخل مثل تاپاله. به خدا بچه فشار اومد بچه. برای دوریخ کردن و اوریون زدن فکر کنم تنها چیزی که جوابه اصلا من اشتباه میکنم از اول بازی. من گفتم نامردی بی شرفی من این گانه بگم پشت یخزن آخه، یا نه الان اصلا جوان مردانه ترین حالتش اینه که من پشت یخزن بگیرم که این دوریخ کرد اون اوریون آشغال پر کرد من بتونم بزنم، حداقل یه کاری بتونم انجام بدم. زندگیمو تباہ شد. همش کاراکتر، همش این اصلا من با پلیر با من دارم با کاراکتر بازی میکنم. فشارم یه حدی داره دیگه. نگاه این آقا مثل که واقعا پایینه. چه سرعتی داره. دلوله؟ چند؟ به حضرت عباس من 2 تا تیر خوردم. به صورت کلی 8 تا راند از ما گرفت که بچه من واقعیت بخوام بگم هیچ کدوم از راندا رو قبول ندارم و نخواهم داشت چون همه رو با کاراکتر گرفت. یه نایس براش مینویسم و الان میرم مبلغ دونیتش انجام میدم. فقط باید یه لحظه فقط بریم که براش مبلغشو دونیت کنی. فقط بچه باید فیلتر شکن رو قطع کنم و برام براش دونیت انجام بدم دیگه. ولی میگم بچه انصافا یکی از راندایی که تندر زد مثل آدم واقعا نبود. تعارف که نداری. یه راند دلول 2 تیر بود راند آخرش الان بر من باید نمیدونم اصلا مهم نیست. من دست لرز گرفتم به خاطر اوریوم. بریم که دونیتش انجام بدیم و در نهایت ببینیم ریاکشنش چیه. اوکی بچه من دونیتو براشون انجام دادم. از اینجا بعد فکر میکنم دیگه دونیت باید براشون بیاد. ولی بازم میگم بچه‌ها من به شخص باخت ندادم، من به کاراکتر باختم چون کاراکترام همه کاراکترایی بود که عملاً فکر میکنم واقعا بازی درست میشه. حالا بازی اصلا به نظر من عادلانه نبود. حالا بذارید فکر کنم بازم جا عزیز مرسی من داخل لایو و مرسی من داخل کاسم یاد کردیم. ولی بچه به خدا من داخل توضیحاتش هم نوشتم تو در کاراکتر جلیلی هم کشیدم. حالا بیاد متوجه میشه. بذارید تو داشتی مبلغو نزدم واقعا مبلغ زیادی میشه. قربونت بچه اگه حرفی چیزی هم زدم تو ویدیو صرفا شوخی بوده ولی واقعا من فشار سر کاراکتر داشتم واقعا میخوردم. ولی بذارید بریم جلوتر. میتونی اکانت بخری به کسایی که دمت گرم. من اون کارم انجام میدم بچه‌ها. کلا من یه بودجه خیلی زیادی گذاشتم برای ویدیوهام و هی پاز میکنم میخوام سریعتر برسم به اون قسمت سریع توضیح بدم. پس بچه‌ها من یه بودجه خیلی زیادی فعلا گذاشتم برای ویدیوام که این اولین پارت از اون ویدیوهای خیلی خرج کردنیه. یه دونه قرعه کشی و ایناست. من بودجهشو کلا تقسیم کردم حساب شده دارم خرج میکنم. یه دونم برای ویدیو باکس بگیرم که از 100 تا جیم تا 1000 تا جیم بچه‌ها که تو چت جهانی هستن انتخاب کنن و حالا برنده بشن. این یکی از اون سبک ویدیوست. برای همشون بودجه گذاشتم کنار خیالتون راحت باشه. قراره ایمان یه ماه خیلی پرخرج داشته باشه. بذارم فقط بچه دونیت من میاد برام. اوکی اگه این کپی رایت فکر کنم کپی رایت داشته باشه میوتش کنم میشه. اوکی رفت. جواد خیابانی با اسم 4 تومن دونیت کردم. فکر کنم بچه تو نه جلیلی یعنی چی؟ امیدوارم پشت برداشتش نکنه. کاراکتر نمیشه کاراکتر جلیلی کاراکتر متوجه فکر کنم نشه مرسی وقت دونیت مستر جان ممنونم بشونم مستر جان عشق منی لطف کردیم اومدی داخل استریم و کاستوم و اینا ولی لازم نبود دونیت کنی واقعا. نه خب بچه من حرفشو زدم دیگه ولی به خودم من مثلا کاراکتر اینجوری به حضرت عباس یه کاراکتری میچینم دپ میشه. دوستان پارت 2 شون باش. حالا من با پولی که الان واسه من واریز کردی اکانت می‌خرم واسه قربون دیگه پول برای خودت. حالا اینجا حرفشو زده خرید دوربین برای ولاگ ان که بتونه بگیره و ولاگای خفن هم بگیره. ولی خب من دونیتش کردم با پولش هر کاری که دوست داره میتونه انجام بده. کلی 90 میآوردی حاجی کلی آوردی خراب شد. دوره صحبت کاراکتر کلی میکنه با من. اون اوریون و بونفایر بذار تو رو ولی کاراکترامو خیلی هستم. ایول بشم. کاراکترامو چی بود؟ کلی آوردی خراب شد. کلی 90 میآوردی. ولی کاراکترامو خیلی هستم. ایول مثل هم بود. بذار ببینم گیمم بازه. گیمم از اکانتم اومدم تنها کاراکتر که شبیه تندر بود برای من فکر کنم یخرش. بیننده خر که نیست که اینو بیو کرده که بیاد کاسوسش مستر باشه. به خدا من همان شده نیست. منم مثل بوده آخرین باری که رفتیم 2 ساعت رفتیم. اون چی میگه اونور داره برای خودش یکی داره میگه کاسوم همان شده است. کاسوم همان شده داداش. اگه کاسوم همان شده بود میگفتم برادر من عزیز من قربونت بشم اوریون آشغال بنداز بیرون. حرف زدیم اینقدر فشار نمیخوردم. یه کار بود نمیدونم. حرف زدیم اینا که ببینیم چیکار کنیم در مورد آیندهمون در مورد روابطمون اینا. ولی دیگه به این نتیجه فعلا هیچ کاری نداشته باشه. ولی کن داره
ولی خدا وکیل وقت حرف نزدیم بود فکر کنم 6 ماه 7 ماه بیشتر بشه نبود بیشتر خیلی بیشتر 1-2 سال. اوکی بچا اینم بود از این پارت ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشین. خیلی دوستان پارت دو این ویدیو هم بگیرم مونتا نمیدونم دیگه دوباره کی تون در لایو بشه و دوباره کی من وقت کنم بیام روی لایوش و بتونم پارت دومشو بگیرم. به حضرت عباس من پارت دو این ویدیو رو بگیرم کاراکترها رو آف میکنم. میگی نه پارت دو این ویدیو رو از دست نده. عشق من این لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و به زودی با ویدیو ختم و جدید میام پیشتون. فعلا خدافظ.